نام خدا. عاقبت گرگ زاده گرگ شود. گروهی دزد غارتگر بر سر کوهی در کمینگاهی به سر می بردند و سر راه قافله ها را گرفته و به قتل و غارت می پرداختند و موجب ناامنی شده بودند. مردم از آنها ترس داشتند و نیروهای ارتش شاه نیز نمی توانستند بر آنها دست یابند، زیرا در پناهگاهی استوار در قله کوهی بلند کمین کرده بودند و کسی را جرأت رفتن به آنجا نبود. فرماندهان اندیشمند کشور برای مشورت گرد هم نشستند و درباره دستیابی بر آن دزدان گردنه به مشورت پرداختند و گفتند هر چه زودتر باید از گروه دزدان جلوگیری گردد، وگرنه آنها پایدارتر شده و دیگر نمیتوان در مقابلشان مقاومت کرد. درختی که اکنون گرفته از پای به نیروی مردی برآید ز جای. سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. سرانجام چنین تصمیم گرفتند که یک نفر از نگاهبانان با جاسوسی به جستجوی دزدان بپردازد و اخبار آنها را گزارش کند و هرگاه آنان از کمینگاه خود بیرون آمدند همان گروهی از دلاور مردان جنگ دیده و جنگ آزموده را به سراغ آنان بفرستند. همین طرح اجرا شد. گروه دزدان شبانگاه از کمینگاه خود خارج شدند. جستجوگر بیرون رفتن آنها را گزارش داد. دلاور مردان ورزیده بیدرنگ خود را تا نزدیک کمینگاه دزدان که شکافی در کنار قله کوه بود رساندند و در آنجا خود را مخفی نمودند و به انتظار دزدان آماده شدند. طولی نکشید که گروهی از دزدان به کمینگاه خود بازگشتند و آنچه را غارت کرده بودند بر زمین نهادند. لباس و اسلحه های خود را درآوردند و در کناری گذاشتند. به قدری خسته و کوفته شده بودند که خواب آنها را فرا گرفت. همین که مقداری از شب گذشت و هوا کاملا تاریک شد، قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد، دلاور مردان از کمین برجهیدند و خود را به آن دزدان از همه جا بی خبر رسانده و دست یکایک آنها را بر شانه خود بستند و صبح همه آنها را دست بسته نزد شاه آوردند. شاه اشاره کرد که همه را اعدام کنید. اتفاقا در میان آن دزدان جوانی نورسیده و تازه به دوان رسیده وجود داشت. یکی از وزیران شاه تخت شاه را بوسید و به وساطت پرداخت و گفت این پسر هنوز از باغ زندگی گلی نچیده و از بهار جوانی بهره‌ای نبرده. کرم و بزرگواری فرما و بر من منت بگذار و این جوان را آزاد کن. شاه از این پیشنهاد خشمگین شد و سخن آن وزیر را نپذیرفت و گفت بهترین است که نسل این دزدان قطع و ریشه‌کن شود و همه آنها را نابود کنند، چرا که شعله آتش را فرو نشاندن ولی پاره آتش رخشنده را نگه داشتن و مار افعی را کشتن و بچه او را نگه داشتن از خرد به دور است و هرگز خردمندان چنین نمی کنند. ابر اگر آب زندگی بارد هرگز از شاخ بید بر نخوری. با فرومایه روزگار مبر که از نی بوریا شکر نخوری. وزیر سخن شاه را خواه ناخواه پسندید و آفرین گفت و عرض کرد رأی شاه عین حقیقت است، چرا که همنشینی با آن دزدان روح و روان این جوان را دگرگون کرده و همانند آنها نموده است. ولی امید آن دارم که اگر او مدتی با نیکان همنشین گردد تحت تأثیر تربیت ایشان قرار میگیرد و دارای خوی خردمندان شود، زیرا او هنوز نوجوان است و روح ظلم و تجاوز در نهاد او ریشه ندوانده است و در حدیث هم آمده است هر فرزندی بر اساس فطرت پاک زاده می شود، ولی پدر و مادر او را یهودی یا نصرانی می سازند. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. گروهی از درباریان نیز سخن وزیر را تأکید کردند و در مورد آن جوان شفاعت نمودند. ناچار شاه آن جوان را آزاد کرد و گفت بخشیدم اگرچه مصلحت ندیدم. کوتاه سخن آن که آن جوان را با ناز و نعمت
بزرگ کردند و استادان تربیت را برای او گماشتند و آداب زندگی و شیوه گفتگو و خدمت شاهان را به او آموختند، به طوری که به نظر همه مورد پسند گردید. وزیر نزد شاه از وصف آن جوان می گفت و اظهار می کرد که دست تربیت عاقلان در او اثر کرده و خوی زشت او را عوض نموده است. ولی شاه سخن وزیر را نپذیرفت و در حالی که لبخند بر چهره داشت گفت: عاقبت گرگزاده گرگ شود، گرچه با آدمی بزرگ شود. حدود 2 سال از این ماجرا گذشت. گروهی از اوباش و افراد فرومایه با آن جوان رابطه برقرار کردند و با او محرمانه عهد و پیمان بستند که در فرصت مناسب وزیر و 2 پسرش را بکشد. او نیز در فرصت مناسب با کمال ناجوانمردی وزیر و 2 پسرش را کشت و مال فراوانی برداشت و خود را به کمینگاه دزدان در شکاف بالای کوه رسانید و به جای پدر نشست. شاه با شنیدن این خبر انگشت حیرت به دندان گزید و گفت: شمشیر نیک از آهن بد چون کند کسی، ناکس به تربیت نشود ای حکیم کس. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شوره‌زار خس. زمین شوره سنبل بر نیاورد، در او تخم و عمل ضایع مگردان. نکویی با بدان کردن چنان است که بد کردن به جایی نیک مردان.